صفی هم واساد نوبتش شد. گفت آقا دلال. گفت سلام علیکم. گفت آقا ببخشید ما دلله دادی. گفت دلله چیه؟ گفت بابا دلله همونی که بالا دلست دلله پایین دلست دلله. گفت نداریم آقا برو یک داروخانه دیگه. آقا من رفتم گفتم داروخونه میرم میگم داروخونه الالمن میگم دلله همونی که بالا دلله پایین دلله آدمو اذیت میکنه. رئیس داروخانه از اون بالا داشت نگاه میکرد دید او یک نفر رو وسط داره هوار میکشه. آمد پایین گفت آقا جان دهن تو ببند. مگه اینجا سر جالیز هوار میکشی چی شده؟ گفت بابا من دلله میخوام. گفت خب دلله چیه؟ گفت بابا دلله این داروخونه الالمن نمیدونی دلله چیه؟ دلله همونی که بالا دلله پایین دلله. گفت آقا جان این چی هست خب؟ آمپور شربت قرص چیه؟ گفت بابا دلله همونی که بالا دلله پایین دلله. گفت ها واستا مشرحیم بیا. مشرحیم بدو آمد. گفت بله آقا رئیس امدتون رو بفرمایید. گفت ببینید چی میگه؟ گفت آقا دلال. گفت دلال. گفت آقا ببخشید ما دلله دادیم. گفت آره دادم. گفت چند تا میخوای؟ گفت آقا یه دونه دلله میخوای. گفت بزرگ میخوای یا کوچیک میخوای؟ گفت یه دونه بزرگ میخوای. گفت ایرانی میخوای یا خالدی میخوای؟ گفت بابا سال تولید ملی یه دونه ایرانی بهم بده. گفت الان میلم بلد میارم. بدو رفت رئیس دهنش وامون. اینا چه قشنگ با هم حرف زدن. رفت بعد 10 دقیقه یک پلاستیک دستش یک بسته پیچم داد به دستی آقا. گفت آقا بفرمایید اینم دلله. گفت آقا دست دل نکنه چند شد؟ گفت آقا این دیروز 30,000 تومان بود. امروز چون دلار رفته بالا امروز اومدی شده 50,000 تومان. فردا به لیبیا 70,000 تومان. آقا دست دل نکنه این پولت خداحافظ. رفت رئیس دهنش وامون. گفت مشرحیم. گفت بله آقا رئیس. گفت ببینم چی بود دادی به این بنده خدا؟ گفت آقا رئیس خب دلله بود دیگه. گفت خب میدونم دلله بود. این دلله چی مرگی بود؟ آقا دلله همونی که بالا دلله پایین دلله. گفت تو انبار هنوز درم یا نه؟ گفت بله آقا رئیس. گفت برو یک دانه بردار بیار ببینم چیه ای؟ گفت چت آقا رئیس الان میدم میارم. بدو رفت. بعد 10 دقیقه آمد. آقا رئیس من همه انبار دیگه هستم همون یه دونه آخر دست بوده من دادم به اون آقا هبل.